اوشه کجا داری میری کپک؟ من ناوه ابراهام لینکلنم دیگه، از امریکا اومدم. خوش به حالت. منم از سپاه آمد تبریز اومدم. چی میگه؟ گفته باشم ما داریم شما رو محاصره دریایی میکنیم، حواست باشه چی میگی. ببین من این گلبازیاتی نمیفهمم، فقط میدونم پاسدارا بریزن اینجا همه چی تمومه. با سپاه واقعی موازی نشی زلوا. آخ قربان چند سال پیشم همین پاسدارا ما رو گرفتن که جیسی شاشید به خودشا. بیا برگردیم. خفه شو، نقطه ضعف از خودت نشان نده. سیرا بیا تا نقطه ضعفتون رو سوراخ نکردم از جلو چشم خفه شید. عمرن این ناو ما خیلی ماشاءالله داره، کسی حرفش نیست. ما هم یه سری تکنیکای ناشناخته داریم. چی فکر کرده؟ چه تاکتیکی؟ تاکتیک بمال که تو صحرای تباس خاکی ماله شدید، تو خلیج فارس هم آب ماله میشید میفهمید. نه بعدش هم شما که همین ادعا داری از طرز چیزاتون هرچی گاهک و بادبادک و ترکه بود از آمریکا نمی آوردید اینجا. محمد چرا نمیای؟ این مرحلهش خیلی سخته، بیا ردش کن بابا. این چیه دیگه؟ این عیبی کوسه است. میاد اینجا کار اف دیوتی میزنم حوصله‌مون سر نره. چی میگه؟ این باد تفنگی ما ساختیم، ما حالا تکنولوژی ما رو مسخره کن. خب طبیعیه، مگه اینکه تو بازی بتونید ما رو بزنه. تازه اگه اونم بذارن رو حالت ایزی. آره بخندید، موقع جنگ واقعی بهتون میگم. اینطوریه بگیر که اومد. نارنجک تیمی بخواب، تیمی زدم، تیمی. تکنولوژی ها بلند شی بابا، سیب زمانه بود. قربان احساس سوزش عجیبی دارم. چیزی نیست، فکر کنم سر ارمای بهت گیر کرده. نه این وضعیت دقیقاً وضعیت ترامپه. از تنگه هرمز چه بره چه بیاد پارم شه. قربان نه جانی بیا بریم فرار کنیم، خیلی سوز داره. فکر کرده همینطوری میذارم بره؟ یعنی چی؟ یعنی میدم اینجا ارمایا سفره ماهتون کنن، بعدش هم میدم سگ مایا بخوننتون شاخص تنگه بره بالا. چی میگه؟